تاریخ هر کشور مملو از سرگذشت‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها میباشد. در حقیقت تاریخ سرگذشت‌نامه‌ای است از دوره‌های دور تا امروز. اگر نگاهی به تاریخ افغانستان بیندازیم، افغانستان کشوری است که قدامت آن حدود 5000 سال قبل از میلاد میرسد. افغانستان اگرچه به عنوان یک کشور و یک ملت دارای تاریخ جدید است، اما این سرزمین از لحاظ قدامت تاریخی یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان به شمار می رود. افغانستان از دوره‌های دور تا قرن ششم قبل از میلاد. برای رسیدن به مرحله تمدن، انسان نیازمند هزاران سال است. قرن ششم قبل از میلاد همان دوره‌ای که انسان‌ها از آلت توحش نجات یافتند، اما از زراعت، صنعت و اعمار مساکن غافل بودند و در ضمن مغاره نشین بودند. آنان کار جز جنگ و مبارزه با حیوانات نداشتند. فعالیت این مردم کندن و تیز کردن سنگ‌ها برای مبارزه و در امان ماندن از شر حیوانات بود. کانون‌های تمدن قدیم سیر تکامل جوامع بشری است. آسیا و بین النهرین قدیمی ترین کانون تمدن جهان را دارند که تاریخ آن از 5000 سال قبل از میلاد شروع می شود که مبادی علم ریاضی، طب و نجوم از این دوره ها آغاز شده است. کانون دوم تمدن جهان و مصر کشور افریقا است که تاریخ آن 3000 سال قبل از میلاد می رسد که در این دوره آنان معلومات حکمت، طب، ریاضی و نجوم را داشتند. کانون سوم جهان مربوط به سواحل مشرقی مدیترانه و فلسطین می باشد که در آن اسرائیلی ها در بحر پیمایی، تجارت، صنعت و نساجی و هاکذا تأسیس دولت مهارت داشتند. قدامت تاریخی این دوره از 2 الی 3000 سال قبل از میلاد می رسد. به همین ترتیب کانون چهارم کشور چین می باشد که این کشور دارای تمدن مستقل در بارودسازی، صنایع نساجی، نقاشی، رنگسازی، کاغذسازی و فلسفه مترقی بود که تاریخ آن نیز به 3000 سال قبل از میلاد می رسد. کانون پنجم متمدن مربوط آریانا و دو طرف هندوکش یعنی افغانستان و ایران می باشد. افغانستان از 2 تا 3000 سال قبل از میلاد دارای زراعت و آبیاری پیشرفته و شهر پرنفوذ بود. افغانستان در طی 1000 سال اول قبل از میلاد دارای نساجی، مسکوکات، طب، نجوم و فلزکاری بوده است. به همین سلسله کانون ششم کشور هند و کانون هفتم اروپا، ایتالیا و یونان می باشد. سواحل شرقی مدیترانه، مصر، ایران، یونان و روم با هم مشابه اند و از یکدیگر به میان آمده اند. اما در حالی که تمدن کشور چین و هندوستان جداگانه است، افغانستان هم با مدنیت‌های مدیترانه آشنا است و هم با چین و هند داد و ستد زیاد داشت. افغانستان از جبهه شمال با دشت‌های آسیای مرکزی مرتبط است و از قدیمی ترین زمان آن که تاریخ قادر به ثبت آن نیز مربوط به همین دشت‌های آسیایی است. از دوره‌های دور و گذشته‌های افغانستان معلومات و آثار زیادی در دست نیست و جز آثاری از مغاره‌ها، سنگ چقمقی، استخوان‌ها که متعلق به دوران مردمان حجر می باشد. و این آلات به خاطر احتراق و شکار حیوانات بیشتر به کار گرفته می شود. تحقیقاتی که در جنوب شهر مزار شریف در ناحیه آقی کبرک صورت گرفته، در نتیجه آن آثار مانند
آینه برنجی، انگشتر، دستبند، اسلحه و نگین لاجورد به دست آمده است و متعلق به دوران جدید هجر می باشد که حکایت از زندگی شهری و تمدن باستانی این سرزمین را دارد. شمال شهر قندهار ناحیه مندیگک بیانگر آن بوده که مردم افغانستان از 3000 سال قبل از میلاد خانه‌های از خشت می ساختند و در زراعت و مالداری می پرداختند. از اسلحه، زیورآلات مسی و ظروف سفالی دارای اشکال هندسی استفاده می کردند. این در حالی است که بسیاری از کشورها در آن زمان از این قبیل امکانات بهره نداشتند و روابط اجتماعی آنان به صورت نامتمرکز بوده است. افغانستان و جامعه افغانستان از 20,000 سال قبل از میلاد وجود داشت و تا دوره هجر که 9,000 سال قبل از میلاد می رسد دوره های مختلف از تکامل را پیموده اند. افغانستان از دوره اشتراکی، طایفوی و مادرشاهی وارد عصر فلزات گردید. شواهد و آثار نیز از مندیگک به دست آمده که نشان می دهد که افغانها 3000 سال قبل از میلاد ساکن نشین بودند که خانه‌های از خشت خام می ساختند. افغانستان در مناطق جنوبی قبل از میلاد رشد چشمگیری داشته و از راه بلوچستان با تمدن‌های محجه در ارتباط بودند. در همان زمان از اتحاد چند طایفه قبیله تشکیل می شد که رئیس آن انتخابی بود. اسطوره‌های زیادی از زمانهای دور افغانستان حکایت شده است، همانند ضحاک حاکم چند هزار سال قبل که از ایران به افغانستان وارد شده است، تا اینکه حاکم دیگر فریدون در بین النهرین لشکر کشید و ضحاک را از پا درآورد. اسطوره دیگری از حاکمان که از ایران و ارمنستان داخل افغانستان شده و بلخ را فتح نمودند. اوستا کتاب تاریخی است که زردشت بلخی آن را نوشته و قدامت آن هم به 1000 سال قبل از میلاد میرسد. زبان کتاب اوستا در افغانستان پیدا شده است و چندین سال قبل از بین رفته است و جز اوستا دیگر هیچ آثار از این زبان باقی نمانده است. این کتاب در زمان دولت پارت، زمانی که انجیل نوشته میشد، جمع‌آوری و تدوین گردید. امروز قسمت کوچکی از اوستا باقی مانده است که آن هم سروده های مذهبی می باشد. اوستا در این کلمات خلاصه شده است: گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. اوستا مردم افغانستان را آریایی و خاک آنها را آریا می شناخت. حدود 2000 سال قبل از میلاد سرزمین هندوکش مورد هجوم مردم آریایی که از دره‌های پامیر سرازیر شده بود قرار گرفت و به تصرف این اقوام درآمد. آریایی ها در شمال دریای خزر یا اروپا زندگی می کردند و متشکل از قبایل پرجمعیتی بودند که به خاطر افزایش جمعیت و سخت شدن شرایط زندگی از سرزمین هایشان به سوی سرزمین های وسیع و حاصلخیز جنوب سرازیر شدند. آغاز مهاجرتشان تقریبا در سالهای 1800 قبل از میلاد شروع و تا 1000 سال بعد از آن ادامه یافت. و دنبال این مهاجرت ها سرزمین وسیعی را که امروز به نام افغانستان، ایران و نیم قاره هند یاد می شود به تصرف درآوردند. جاده های باستانی آریانا افغانستان در قرون گذشته برای تجارت، تداوم زراعت و فعالیت های اجتماعی صحرانشینان، جنگجویان، مهاجران، رهگذران، مسافران و رهبانیان ادیان زرتشتی، مسیحی، بودایی و اسلام به سوی چین جذب می‌کرد. این مسافران رازهایی را پشت سر خودشان به جا گذاشتند، رازهایی که باستانشناسان می‌خواهند درباره مسیر جاده ابریشم بردارند. افغانستان به حیث نقطه اتصال جاده ابریشم به سوی غرب و جنوب بوده و از 4000 سال قبل در قلب قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی منطقه در سراسر آسیا قرار گرفته بود. افغانستان در مسیر تاریخ 30 مدنیت بزرگ زرتشتی، بودایی و اسلام را سپری نموده است. راه ابریشم
که از جانب چینایی ها مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بین میدان ها و دشت های شمالی افغانستان از شهر جوزجان، تخارستان، اندراب، دهکده های مرتفع پامیر، از شهر ام البلاد بلخ، بادغیس، مرو، هرات، سیستان به سوی غرب و سلسله کوههای هندوکش و بامیان قدیم، غزنه تاریخی کابل، گردیز، حده و از مدنیت گندهارا تا اراکوزیای کندهار عبور می نمود. ظهور زردشت حدوداً 600 سال قبل از میلاد در باختر در شهر بلخ که بعدها این شهر به نام مادر شهرها شهرت یافت، آغازگر تاریخ افغانستان است. زرتشت در سرزمین باختر در شمال افغانستان در بین قبایل ظهور کرد که خود را آریان می نامیدند. این قوم در آن وقت در روند تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به مرحله رسیده بودند که تشکیل اداره مرکزی را به شکل پادشاهی ایجاد می کرد. زردشت پیام رسان سال 3500 سال پیش در شهر باستانی بلخ یا بلیکا زندگی می کرد و در همین سرزمین هم از بین رفت. باستانشناسان عقیده دارند که در آغاز مدنیت آریانا افغانستان را حدود 5000 سال قبل از میلاد تعیین نمودند. کتاب اوستا اولین رسم الخط این کشور است که بین مدنیت های چین، بابل، هند و فارس و سرزمین های اروپایی جایگاه خود را داشت. اوستا در همیاری با زبان سانسکریت و زبان قدیم چینی غنامندی و شکوفایی زبانهای جهان و نقش ایجاد و تدوین مدنیت‌های جهان را بازی می‌نمود. چنانچه بخشی از متن‌های دینی و راهنمایی‌های اوستا بعد از هجوم هخامنشی‌ها در سرزمین آریانا به فارس برده شد و به زبان پهلوی ترجمه شد. اولین سلسله آریایی‌ها به نام پیشدایان معروف است که در بلخ به قدرت رسید و در قسمت‌های افغانستان و غرب این کشور حکمرانی نمود. بعد از آن سلسله دیگری به نام کیانیان به قدرت رسید که مؤسس آن کیقباد بود. سلسله دیگری که بعد از کیانیان ظهور کرد به نام اسب‌ها معروف بودند که دودمان شخصی به نام اسبه بود و در سوارکاری مهارت داشتند. از قرن دوم قبل از میلاد تا ربع اخیر قرن 5 میلادی روم نام یک امپراتوری بود. همکنون روم پایتخت کشور ایتالیا است. در قرون وسطی تا اوایل قرن 20 بخارا نام یک مملکت بود ولی اکنون یک شهر در مملکت ازبکستان است.